مکانهای نفرین شده. روی زمین نقاطی هستند که انگار سایه‌ها در آنها خانه کردند. مکانهایی که تاریخ در آنها با ترس و وحشت نوشته شده. جزیره عروسک‌ها در مکزیک یکی از این نقاط است. هزاران عروسک پوسیده چشمهایشان را به شما دوخته‌اند. در شب‌های بی‌صدا زمزمه‌هایشان در گوش می‌پیچد. هتل استنلی در کلرادو الهام بخش فیلم درخشش. مهمانانش داستان‌های عجیبی تعریف می‌کنند. ارواحی که در راهروها پرسه می‌زنند، قدم‌های بیستایی که در نیمه شب شنیده می‌شوند. جاده نفرین شده ایستبروک در آمریکا. رانندگانی که از آن عبور کردند سایه‌هایی را دیدند. سایه‌هایی که در تاریکی آنها را تعقیب می‌کنند، نفس‌هایشان را حس می‌کنند. این مکان‌ها یادآور حقیقتی تلخ هستند. زمین داستان‌هایی دارد که بهتر است هرگز فاش نشوند. رازهایی که نباید از پرده برداشته شوند.